کتاب مزامیر، مزمور 133. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم ساکن شوند. مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می آید. و مثل شبنم هرمون است که بر کوههای صهیون فرود می آید. زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است، یعنی حیات را تا ابدالآباد. آن خداوند را متبارک خوانید ای جمعی بندگان خداوند که شبانگاه در خانه خداوند می ایستید. دستهای خود را به قدس برافرازید و خداوند را متبارک خوانید. خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را از صهیون برکت خواهد داد. هللویا. نام خداوند را تسبیح بخوانید ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید ای شما که در خانه خداوند می ایستید، در صحنهای خانه خدای ما. هللویا. زیرا خداوند نیکو است، نام او را بسرایید که دلپسند است. زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزید و اسرائیل را به جهت ملک خاص خویش. زیرا می‌دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایان. آمین. عزیزان، به کلیسای کلوری چپل خوش آمدید. خوشحالم که امروز باز یک فرصت تازه‌ای داریم که با هم خداوند رو بپرستیم. این کلمه با هم امروز خیلی مهمه، چون هر کدوم از ما نیاز به بغل دستیمون داریم، نیاز به اطرافیانمون داریم و با یک نفر کار پیش نمیره. امروز میتونیم با این سرود اتفاقا اعلام کنیم که ما همه متحد هستیم و در مسیح یک هستیم. داشتم چیزی میخوندم، مطلبی میخوندم در مورد اینکه چطور شیطان به فرزندان خدا حمله میکنه وقتی که اونها تنها هستن. بیشترین حمله رو اون موقع انجام میده، چون هیچ کسی رو ندارن که اون لحظه باهاشون هم دعا باشه، دستشون رو بگیره، تشویقشون کنه، بلندش بکنه، باهاش دعا بکنه، با هم کلام بخونن. همونطور که کسی میخواد به پدر یا مادر ما ضربه بزنه، میدونه نقطه ضعف کجاست، بچه های اون. همینطور هم شیطان خیلی موذیانه میخوام بهتون بگم که این ضربه رو به ما فرزندان خداوند میزنه وقتی که ما تنها میمونیم و بعضی وقتا از دلشکستگی ها، از کینه هایی که داریم، یا بعضی وقتا به خاطر شرایط زندگیمون این اتفاق میفته. ولی میخوام با این سرود هم دیگر رو تشویق بکنیم، یک دل بشیم و اگر امروز تنها موندیم و اتفاقی افتاده که نمیخوایم با کسی حتی هم دعا بشیم، بیاین امروز کمی طرز فکرمون رو عوض کنیم، چون شیطان مثل شیر قران منتظره که هر لحظه به من و تو حمله کنه و ما رو از پا در بیاره و تا این کارو نکنه میخوام بهتون بگم که دست بر نمیداره. پس امروز روز جنگه. من امروز اعلام میکنم که شیطان تو هیچ قدرتی بر فرزندان خدا نداری، چون میخوایم اعلام بکنیم که ما همه متحدیم و در مسیح یک هستیم، در یک سنگر می جنگیم و پشتیبان هم هستیم. آمین. سربازان خداوند با اقتدار به سرایان، ما همه متحدیم در مسیح یک هستیم، ما همه متحدیم در مسیح یک هستیم، دست در دست هم نهیم و کارش را پیش بریم و دنیا خواهد دانست ما مسیحی هستیم اگر محبتش را ظاهر سازیم.
تیم شده با یک دل همه جا از محبت خداوند اعلام کنیم و این کلید پیروزی من و توست. آمین آمین. و باز میخوایم اعلام کنیم که ای خداوند، سردار سپاه ما تو هستی. در این جنگ و نبرد، در این نبردی که من الان درش قرار گرفتم، تو سردار سپاه هستی و میخوام بسرایم با شادی. آمین. با اقتدار بسراییم. خداوند ما فاتح است، او عظیم و هم قادر است و جلالش این زمین را پر سازد. سرود پیروزی را بخوان، نام شاه سما را بخوان، چون دشمنان از نزدش می‌گریزند. سردار سپاه ما عیساست، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. سردار سپاه ما عیساست، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. بین شاه ما پیش رویم، در جنگ ها غالب میشویم. او که در ماست از جهان عظیم‌تر است. سربازان شاه در ایران چون در نبردها می‌بینند خداوند عیسی در جنگ چه مهیب است. سردار سپاه ما عیساست، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. سردار سپاه ما عیساست، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. سردار سپاه ما عیساست، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. سردار سپاه ما، او خدای لشکرهاست. جنگ از آن خداوند ما است. جنگ از آن خداوند ما است. جنگ از آن خداوند ما است. آمین. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. جنگ از آن توست ای خداوندان و ما در تو پیروز هستیم. این است اعلان ما ای خداوند. امروز در هر جنگی هستی، در هر مبارزه‌ای با خودت هستی، با دیگران هستی، امروز بدان که جنگ از آن خداوند است. و امروز کلام خداوند، خود خداوند مستقیما به من و تو میگه بازیست. از هر کاری که میکنی، از هر جنگی که میکنی بازیست و بدان که من خدا هستم. در میان قوم‌ها متعال هستم. نام تو برتر است ای خداوند. اونطور که تو می جنگی ما هرگز نمیتونیم بجنگیم. ما فقط ای خداوندا تو رو سردار سپاهمان اعلام میکنیم و پشت سر تو هر جا بری میاییم. مطیع تو هستیم ای خداوندا، سربازان تو هستیم. و ای خداوند امروز میخوایم اعلام بکنیم با این سرود که میخوایم برخیزیم و فقط بنا کنیم. برخیزیم و بنا کنیم. لباس رزم به تن کنیم. با یک دست بجنگیم، با دستی دیگر بنا کنیم. امروز به عنوان فرزندان خدا کار عظیمی داریم. به خاطر همین باید بخونیم و به جان خودمون اعلام کنیم برخیز، برخیز،
برخیز و بنا کن. ردای یأس رو از خودت پاره کن و بگذار که خداوند امروز برای تو بجنگه، دستان تو رو قوی بسازه برای بنا کردن، برای بنا کردن، بنا کردن یکدیگر، بنا کردن خانه خودمون، بنا کردن قلب‌های شکسته، التیام بخشیدن به اونها. این از آن کاری که خداوند از ما میخواد که انجام بدیم. امروز دستای خودت رو بلند کن به سوی آسمان و بذار که خداوند اونها رو قوی بسازه، بازوان تو رو قوی بسازه برای این نبرد، برای این کار بنا. فرصت بدیم تا خداوند کار خودش رو در ما انجام بده. دستای خودت رو به سمت آسمان بلند کن. ای خداوند تسلیم توییم. دستای ما رو برای این جنگ، برای این مبارزه، برای این بنا کردن و این خدمت آماده بساز. دستای سست را قوی سازید، پاهای لرزان استوار، برخیزید به دور تا دور دیوار بایستید، بنا کنید، با یک دست بنا کنید، با دستی دیگر به جنگ
ممنونت می خداوند. ممنونت می خداوند که هر دست، هر بازویی رو، هر زانوی ای خداوند خم شده ای رو تو احیا می کنی، قلب‌های شکسته رو ای خداوند، برای کار تو، برای این نبردی که تو سردار اون سپاه هستی ای خداوند. جلال از آن توست، جلال از آن تو. کتاب امثال فصل 14 آیات 1 تا 18. زن دانا خانه خود را بنا می کند، اما زن نادان با دست خود خانه‌اش را خراب می کند. کسانی که به راستی عمل می کنند به خداوند احترام می گذارند، ولی اشخاص بدکار او را تحقیر می کنند. نادان چوب سخنان متکبرانه خود را می خورد، ولی سخنان مرد دانا او را محافظت می کند. اگر در طویله گاو نباشد، طویله تمیز می ماند، اما بدون گاو نمی توان محصول زیادی به دست آورد. شاهد امین دروغ نمی گوید، ولی از دهان شاهد ناراست دروغ می بارد. کسی که همه چیز را به باد مسخره می گیرد هرگز نمی تواند حکمت پیدا کند، اما شخص فهیم به آسانی آن را به دست می آورد. از احمقان دوری کن، زیرا چیزی ندارند به تو یاد دهند. حکمت شخص عاقل راهنمای اوست، اما حماقت احمقان باعث گمراهی آنان می شود. نادانان با گناه بازی می کنند، اما درستکاران رضایت خدا را می طلبند. تنها دل شخص است که تلخی جان او را احساس می کند و در شادی او نیز کسی جز خودش نمی تواند سهیم باشد. خانه بدکاران خراب می شود، اما خیمه درستکاران وسعت می یابد. راههایی هستند که به نظر انسان راست می آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می شوند. خنده نمی تواند اندوه دل را پنهان سازد. هنگامی که خنده پایان می یابد، درد و اندوه بر جای خود باقی می ماند. آدم خدا نشناس نتیجه کارهای خود را خواهد دید و شخص نیک از ثمره اعمال خیش بهره خواهد برد. آدم ساده‌لو هر حرفی را باور می کند، اما شخص زیرک سنجیده رفتار می نماید. شخص دانا محتاط است و از خطر دوری می کند، ولی آدم نادان از روی غرور خود را به خطر می اندازد. آدم تندخو کارهای احمقانه می کند و شخص حیله‌گر مورد نفرت قرار می گیرد. حماقت نصیب جاهلان می شود و دانایی نصیب زیرکان. آمین. خداوندا شکرگزار تو هستیم پدر جان. به نام عیسی مسیح به حضور مبارک تو اومدیم. ممنونت هستیم که تو امروز پدر ما هستی ای خداوندا. برای فیض و محبتت، برای رحمتت خداوندا تو رو شکرگزاریم. برای کلامت خداوندا که سرشار از حکمت، از تو ممنونیم ای خداوندا. امروز در قلبم هست خداوندا برای ما فرزندانت که در خون عیسی مسیح پاک شمرده شدیم. امروز خداوندا بطلبم حکمت تو رو ای خداوندا، که تو همونطوری که وعده دادی با سخاوتمندی به ما عطا می‌کنی اگر بطلبیم. خداوندا امروز ما نیاز داریم به حکمت تو تا کلام تو رو درک کنیم ای خداوندا، تا با درک کلام تو بتونیم اونطوری که شایسته است زندگی کنیم، اونطوری که شایسته است فکر کنیم، رفتار کنیم، سخن بگیم ای خداوندا، تا نام تو رو هر جایی که میریم جلال بدیم ای خداوندا. تو رو شکرت میکنیم همینطور برای خداوندا برکات مالی تو که در زندگی ما هست ای خداوندا. هر آن چیزی که داریم برای توست ای خداوندا و امروز میخوایم قسمتی و گوشه‌ای از برکات تو رو به خودت تقدیم کنیم خداوندا، برای پیشبرد ملکوتت ای خداوندا. و ازت میطلبیم که دهندگان هدایا رو خداوندا تو مبارک بسازی و برکت بدی. با شکر و سپاس طلبیدم در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین. آمین.
درود به همگی عزیزانم. خیلی خوش آمدین امروز به خانه خداوند. همینطور به عزیزانی که از طریق دوربین ها با ما امروز هستن. خیلی خوشحالیم که برادرمون عادل امروز با ما هستن. برادر عادل خیلی خوش آمدین و امروز خوشحالیم که کلام رو از شما میشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خدا رو شکر برای فیض خداوند که یک بار دیگه فرصت دارم که در خدمت شما باشم. مدتی وقفه افتاد نه؟ این زندگیه تو این دنیا، درسته؟ نمیتونیم پیش بینی کنیم واقعا آینده چیه. فقط خداست که میتونه آینده رو پیش بینی کنه و به دقت هم پیش بینی میکنه، درست پیش بینی میکنه و ما به وعده هایی که خدا داده چسبیدیم امروز و این دنیا رو با تمام سختی ها و مشکلاتی که در راه ماست پیش میریم. دلمون مضطرب نمیشه و سعی میکنیم تا میتونیم حتی کمکی باشیم برای اونهایی که تو این مشکلات دارن سر میکنن. امروز امیدوارم این پیام که در حقیقت یک یادآوری از وعده خداونده بتونه ما رو آماده کنه برای اون ملاقات عظیمی که به ما در کلامش وعده داده. با هم دعا کنیم امروز و میریم به یک سری آیات نگاه میکنیم که میدونم همه شما این آیات رو شنیدید، خوندید و در دلتون دارید، ولی امروز باز یک یادآوری دیگه است و امیدوارم این باعث برکتتون باشه. پدر شکرت میکنیم برای این فیض تو، این گونه‌ای که به اسم عیسی مسیح برای ما مهیا شده که خداوند ما وعده داده هر جایی که به اسم او بناشه و ایمانداران جمع بشن بین اونها میخرامه. امروز خداوند ممنونیم برای اینکه با ما هستی. قلب و فکر و ذهن ما رو مست کنه ای خداوند تا کلام تو رو، اون چی که وعده دادی برای ما یک برکتی تازه باشه که بتونیم این روزهای زندگی رو باهاش سپری کنیم. خداوند امروز دعا میکنم که هر کی این پیام رو میشنوه، چه اینجا حضور داره و یا چه در تصویر مجازی ما رو نگاه میکنه، ای خداوند متوجه این مطلب بشه که تو خدایی هستی و تنها خدا هستی که به اون چی که دادی وعده دادی خداوند عمل میکنی و در اون هیچ تأخیری نیست. ای خداوند منتظر اون روز هستیم که تو رو در رو ببینیم. ای خداوند امروز باشه یادآوری اون چی که تو وعده دادی در قلب‌های ما عمل کنه و ما رو برکت بده. آمین. کتاب مقدس همه ما که سالها شاگردش بودیم میدونیم که مجموعه 66 جزو کتابی که در پهنه 1500 سال تاریخ نوشته شده و جمع آوری شده و این کتاب به دقت کلام خدای زنده است با تایید و تاکید عیسی مسیح که فرمود تا آسمان زمین زائل نشود همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا همه واقع شود. وقتی عیسی مسیح مهر تایید رو این کلام زده دیگه من هیچ شکی ندارم که این کلام زنده خداست. تاریخ چند هزار ساله نشون میده که کتاب مقدس یک خط زمانی و یک سیر ماجرایی رو تشریح کرده که شروع این ماجرا، ادامه این ماجرا که ما داریم تجربه میکنیم و آینده این ماجرا رو با جزئیات بسیار دقیق و متعددی برای ما ثبت کرده. تاریخ 3 قسمت از این 4 قسمت این خط زمانی رو و ماجرایی رو طی کرده که در حقیقت شامل خلقت، سقوط خلقت و بازخرید خلقت میشه و آخرین خط زمانی و آخرین ماجرای باقی مونده بازسازی خلقته که شامل بستن شریر و استوار کردن پادشاهی خدا بر روی زمین به مدت 1000 ساله. که این واقعا یک امید زنده یکی که ایمانداران به مسیح.
و در نهایت می‌بینیم داوری تخت سفیده و خلقت جدیدی که در اون دیگه شیطان وجود نداره، گناه شناخته نمیشه، همه چیز به جلال کاملش رسیده و ایمانداران با پدر ساکنن تا ابد در جایی که پر از جلال و شکوه و قدوسیته. وای که چقدر دل ما برای این رنج میره، نه؟ چقدر واقعا انتظار داریم که اون روز رو ببینیم. نه تنها خودمون بلکه کسایی که میبینیم تو این مشکلات زندگی و اونچه که شیطان بر سر این دنیا آورده دارن زجر میبینن. میبینیم در اشعیا 42 آیات 8 و 9 خداوند یهوه اعلام میکنه من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام میکنم و قبل از آن که به وجود آید شما را از آنها خبر میدم. خداوند که اسمشو معرفی کرده، خداوند یهوه، که تنها خدا و تنها حاکم بر همه چیز، خدای قادر مطلق، اینطور خودش رو محک زده در کلام و میگه اینطور منو بشناسید که دیگه دچار بت‌ها نشین، دچار خدایان دروغین نشین، چون اون چه که باید اتفاق بیفته من از قبل به شما اعلام میکنم و وقتی که انجام شد شما میدونید که من خدای راستین هستم. و فقط خدای این کلام، خداوند یهوه که این کلام رو به ما داده گویی کرده و درست پیشگویی کرده. هیچ انسانی قادر نیست و هیچ خدای دیگه تو این دنیا بجز خداوند یهوه معرفی نشده که بتونه پیشگویی کنه. اون چه هم که گفتن پیشگویی دیدیم دروغ بوده. هیچ کدومش صحت نداشته. در اشعیا 44 آیات 6 و 7 خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است چنین میگوید من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست و مثل من کیست که آن را اعلان کند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد. از زمانی که قوم قدیم را برقرار نمودم از چیزهای آینده و آنچه را که واقع خواهد شد اعلام بنمایند. خداوند عیسی مسیح که فرمود من الف و یا هستم، من اول هستم و من آخر هستم، که در عهد عتیق میبینیم به نام خداوند یهوه خودش معرفی کرده. میگه اون چی که از قدیم گفتم به وسیله قومی که من بنا کردم به شما اعلام میشه. خدایی که تنها خداست، این خدای قادر، این خدایی که تنها خداست، فقط اون میتونه تاریخ رو از قبل بیان کنه، اعلان کنه و ترتیب و تدارکاتش رو بده برای انجام رسوندن. ببینیم یکی از پیشگویی‌هایی که بسیار عجیبه که عیسی مسیح خداوند قبل از مصلوب شدنش و قیامش بعد از مرگ به شاگردان داد، در حقیقت یک وعده است که در یوحنا باب 14 آیات 1 تا 4 ثبت شده. بریم به یوحنا باب 14. از آیه 1 عیسی مسیح فرمود دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز میآیم و شما را برداشته با خود خواهم برد
تا جایی که من می باشم شما نیز باشید و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. چه وعده زیبایی، نه؟ چه وعده عجیبی. چه وعده عجیبی. این در نقطه زمانی که مسیح پیشگویی کرده بود، به شاگردان گفته بود که من میرم به اورشلیم، دستگیر میشم، منو مصلوب میکنن، میمیرم، دفن میشم و روز سوم قیام میکنم. و خب شاگردان بسیار مضطرب بود از اون چی که شنیده بود، حتی نمیخواستن باور کنن که این میتونه حقیقت پیدا کنه. ولی این نقشه خدا بود، برای همین مسیح به این دنیا اومد. برای همین خدا جسم پوشید به این دنیا اومد که جای ما انسان‌های گناهکار بگیره، برای روی صلیب مصلوب شه و این قربانی رو مهیا کنه برای اونهایی که به این خون و به این خدا و به این قربانی ایمان میارن، که اونها در هیچ حکمی قرار نگیرن و کاملا رستگار باشن. مسیح فرمود دل شما مضطرب نشود. اگه بخوایم به دلامون نگاه کنیم خیلی وقتا مضطربیم، نه؟ به خصوص با وقایعی که داره پیش میاد. حداقل میدونم برای ایمانداران سختی و جفاست. نگاه کنیم، حالا امریکا خیلی به ما تخفیف داده، ولی جای دیگه دنیا رو نگاه کنیم، ایماندارا رو دارن میکشن، پوستشون رو میکنن، زنده زنده میسوزوننشون، از زن گرفته بچه گرفته تا بقیه‌اش. بسیاری در جفا هستن. و خب تو امریکا یه نوع دیگه است، به یک صورت دیگه است. همه ما با مریضی، مشکلات فرزندان دست پنجه نرم میکنیم. همه ما با وضعیت اقتصادی که ممکنه بالا پایین باشه دست پنجه نرم میکنیم و هزار جور موارد دیگه است که میتونه دل ما رو مضطرب کنه. ولی مسیح گفت به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. یعنی باور کنید که من با شما، دل شما مضطرب نشه. و چه وعده زیبایی میده و چه تصویری رو روشن میکنه برای کلیسا، برای ایمانداران، حتی برای شاگردانش، که میگه منزلی هست که منزل پدره. و دیگه اینجا شاگردان در حقیقت فرزندان خدا محسوب میشن. ماها فرزندان خداییم، چون به اقتدار خون مسیح ما فرزند خداوند هستیم، فرزند پدر هستیم. درسته؟ و میگه منزلی هست، نه اینجا تو امریکا، نه اینجا تو ایران، نه اینجا اونور دنیا، نه روی این کره زمین، بلکه منزلی هست که منزل پدره در آسمون. و مسیح فرمود اگر نبود من به شما میگفتم. تأکید میکنه من واقعا اون چی که دارم بهتون میگم حقیقته و باور کنید و نذارید دل شما مضطرب این دنیا باشه و امور این دنیا. میرم تا برای شما مکانی حاضر کنم. الان 2000 سال خداوند رفته تا برای ما مکانی آماده کنه. در حقیقت طبق اون چی که پتروس گفت، یک روز 1000 ساله و 1000 سال یک روز. در حقیقت خداوند 2 روزه رفته. خب همه ما داد و بیداد میکنیم خدای کجایی، چرا نمیای، 2000 سال رفتی. میگه بابا عروس 2 روزه رفتم، چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ میام. و گفت چی؟ وقتی که حاضر شد. پس تأخیر نکرده خداوند، داره ترتیب اون منزل ما رو میده. و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، مسیح فرمود باز میایم و شما رو برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. اون چه که مسیح داره اینجا وعده میده، میگه من میام برای شما. در حقیقت تو این آیات 6 دفعه لغت شما رو تکرار کرده مسیح. میگه من برای شما برمیگردم، نه برای دنیا، برای شما، برای ایمانداران به مسیح.
برای خواستان خودش. برمیگردم که شما رو ببرم جایی که من هستم شما باشید. بنابراین اشتباه نشه، بعضیا تعلیم غلط شاید گرفته باشن، میدونم تو این کلیسا این خبر رو نیست ولی جای دیگه ممکنه باشه، که بسیاری فکر میکنن که مسیح یه روزی برمیگرده که بیاد، دیگه خبری ازش نیست تا اون روز میاد که روی زمین باشه. خب بعضی هم که اصلا تعلیم میدن که نه این خبران نیست و اصلا دیگه مسیحی وجود نداره، نمیاد و این برنامه خودمونیم که این دنیا رو میسازیم و بهشتش میکنیم و توش زندگی میکنیم. این کلام خداونده، میگه میام شما رو بر میدارم میبرم. نمیام اینجا ساکن شم، نمیام اینجا در اون لحظه اینجا سلطنتمو برقرار کنم. میگه صرفا میام شما رو بردارم و ببرم. و مسیح فرمود جایی که من میرم میدانید و راه را میدانید، چون تمام حقایق و تمام این سر رو در کلامش به ما مکشوف کرده. این اصل که در این آیات ثبت شده به اصل ربوده شدن کلیسا معروفه. بسیار عجیبه، ولی عجیبتر از این نیستش که خدا در 6 روز زمین و آسمان ها را آفرید. نه؟ عجیبتر از این نیست. از این عجیبتر نیست که مسیح مرد و دفن شد و قیام کرد. درسته؟ بعضیا میگن نمیتونیم باور کنیم، یعنی غیب میشیم اینجوری که خداوند داره میگه یه لحظه ما همین میاد ما رو برمیداره روی زمین. ربوده شدن کلیسا که به زبان یونانی میشه هارپازو و به زبان لاتین میشه رابتورا. در ترجمه کتاب مقدسی زبان یونانی و لاتینه به وضوح دیده میشه. این چیزی نیست که یه عده فکر میکنن یک به اصطلاح گفته یا داکترینیه که اخیراً قرن 18 روی کار اومده. بسیار اشتباه میکنم. من الان اینجا دارم گفته های مسیح رو میگم. قرن اوله، نه؟ قرن 18 اشخاصی بودن که اینو دوباره زندهش کردن، اومدن روی این تاکید کردن. چون وقتی ریفورم تئولوژی شد، خب اون ریفورم نیومد روی این اسکاتولوژی و این اون چیزی که در زمان آخر باید انجام بشه تاکید کنه. در حقیقت در رابطه با نجات بیشتر فوکس کردن و رو اون تاکید کردن. ولی بعد یه عده توی قرن 18 گفتن چیزهایی هست اینجا که واقعا مهمه و رو اونا تاکید کردن و در حقیقت داشتن معرفی میکردن دوباره اون چه که گفته شده بود، اعلام میکردن اون چه که گفته شده بود. بنابراین چیز جدیدی نیست. ربوده شدن کلیسا نه تنها در انجیل میبینیم تعلیم داده شده، بلکه در عهد عتیق هم نمونه‌ای از اون میبینیم ثبت شده. پیدایش باب 5 به عنوان مثال آیات 21 تا 24 میگه و خنوخ 65 سال بزیست و متوشاله را آورد. و خنوخ بعد از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه میرفت و پسران و دختران آورد. و همه ایام خنوخ با خدا راه میرفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. خدا قادره دیگه، نه؟ خدای قادر مطلق قادره. اگه این خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه که خدای قادر مطلقه، خدایی که همه جا حاضره، خدایی که از همه چیز باخبره، سخت نیست. و میبینیم نویسنده عبرانیان در باب 11 آیه 5 مینویسه به ایمان خنوخ منتقل گشت، به ایمان، تا موت را نبیند و نایاب شد، چرا که خدا او را منتقل ساخت،
زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرد. چطور این رضامندی رو حاصل کرد؟ به ایمان. هنوز قبل از شریعت زندگی میکرد، نه؟ و میگه با خدا با ایمان راه میرفت قریب 300 سال. بعد خدا دیگه میگه انقدر دوست دارم، انقدر اوقات شیرین رو با هم داریم، بیا بالا. دوم پادشاهان آیه 2 باب 2 آیه 11 دوم پادشاهان میگه و چون ایشان میرفتن و گفتگو میکردن اینک عرابه آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود. الیشع و ایلیا با هم راه میرفتن، گفتگو داشتن، یک لحظه خداوند ایلیا رو میبره. حتی میبینیم دانیال نمونه ای از روبوده شدن کلیساست در عهد عتیق. میبینیم وقتی که نبوکدنصر شدرک و میشک و ابدنگو رو براشون کوره آتشینی درست میکنه که اونا رو بندازه تو این کوره آتش، چون به تمثال اون تعظیم نکرده بودن و او رو پرستش نمیکردن. وقتی اون سه رو به کوره آتش میندازن چی میشه؟ نبوکدنصر میبینه کسی مثل چهره خدا، پسر خدا اونجاست، حاضره. اینها بیرون میان بدون که سوخته باشن. ولی سوال اینجاست که دانیال که اون چهارمین یهودی بود، اون کجاست؟ دانیال چرا پیداش نیست؟ چرا دانیال هم نریختن؟ چون دانیال هم تعظیم نمیکرد، به نبوکدنصر رو پرستش نمیکرد. پس دانیال وضعیتش شد. دانیال نمونه ای از کلیساست که غایبه از اون کوره آتشینی که قراره بیاد، از اون مصیبت عظیمی که قراره بیاد. و در حقیقت میبینیم شدرک میشک ابدنگو در حقیقت اون نمونه قوم یهودن که وارد اون مصیبت میشن. و قبل از اون خداوند وعده داده که کلیسا رو بر میداره که در جلسات آینده بیشتر به اون مطالب میپردازن و عمیق‌تر میریم. در اعمال رسولان 8 بعد از که فیلیپوس به خواجه سرای حبشی بشارت میده و او رو تعمید آب میده، آیه 39 میگه چون از آب بالا آمدن روح خداوند فیلیپوس رو برداشته، خواجه سرا دیگر او را نیافت. فیلیپوس خداوند فرستاده بود، گفت یکی از اینجا میخواد کلام بشنوه. همونجوری که این خواجه سرا داشت میره با اون گروه سربازایی که باهاش بودن، فیلیپوس اونجا ظاهر میشه، شروع میاد به اون میرسه و میبینه که داره قسمتی از کلام رو میخونه و نمیتونه درک کنه. فیلیپوس بهش میگه میدونی داری چی میخونی؟ میگه نه، اگه یکی به من نگه من چجوری بدونم؟ فیلیپوس میره بهش بشارت میده و کلام رو براش باز میکنه، مسیح رو براش باز میکنه و نجات رو براش تشریح میکنه. و اونجا بود که این خواجه سرا میاد و از فیلیپوس میخواد که تعمید بگیره و اونجا آبی پیدا میکنن که میگه خب چه مانع است که من تعمید بگیرم؟ اشکالی داره؟ میگه نه. خلاصه اینا میرن توی آب تعمید که بگیرن، همین که بیرون میان خداوند فیلیپوس رو از اونجا برمیداره، یافت نمیشه. پس میبینیم نمونه های زیادی هست. حالا من میدونم فرصت این جلسه نیست همه اینا رو بخوام بیان براتون تشریح کنم، ولی اینا چند نمونه است که نشون میده اون داکترین روبوده شدن کلیسا بی اساس و بی پایه نیست، چیزی نیست که ما معلمین کلام اختراع کردیم. خب برای خود منم عجیب بود وقتی اولین بار به این داکترین نگاه کردم، به این اصل نگاه کردم و واقعا چه شادی در قلبم اومد. و تمام هدف اینه، خداوند میخواد ما بدونیم
که دل ما مضطرب نباشه و در شادی این که خداوند وعده داده بتونیم زندگی کنیم. این اصل روبوده شدن کلیسا و در حقیقت تشریع برداشتن کلیسا در یک واقعه ناگهانی به وسیله خدا به مقصد بهش انجام میشه. و واقعا این واقعه صرفا برای روبوده شدن کلیسا نیست، بلکه مبدل کردن جسم فانی ایماندارانه. چون ببینید الان ما تو این خیمه داریم زندگی میکنیم، خیمه درب داغون. خب من که خودم نگاه میکنم میبینم عکسای قدیمی رو نگاه میکنم، الان نگاه میکنم میگم این خیمه ای داره وسیع‌تر میشه، عجیبه. و خب این بدنهای فانی هستی، به دست انسان ساخته شده، ولی خداوند در کلامش وعده میده که شما رو تبدیل میکنم به اون بدنی که خود خدا ساخته که غیر فانیه. اول قرنتیان باب 15 آیات 50 تا 58 این مطلب رو پولس شرح داده. 15 اول قرنتیان 15 آیات 50 تا 58 و پولس میگه لیکن ای برادران این را میگویم که گوشت و خون نمیتواند وارث ملکوت خدا شود و فاسد وارث بیفسادی نیز نمیشود. گوشت و خون، فساد نمیتونه وارث ملکوت خدا باشه. ولی این رو خدا به ما وعده داده که ما وارث ملکوت خدا هستیم. پس اینجا باید چیزی انجام بشه، درسته؟ آیه 51 میگه همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید. مردن در مسیح خوابیدنه، درسته؟ لیکن همه متبدل خواهیم شد. در لحظه ای در یک چشم هم زدن. به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد. زیرا که میباید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. اما چون این فساد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلیده شده است. ای موت نیش تو کجاست و ای گور ظفر تو کجا؟ نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت. لیکن شکر خدا راست، شکر خدا که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می‌دهد. بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید، چون می‌دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست. چه چیز عجیب تری، نه؟ حالا روبوده شدن یک چیز، اینکه این بدنها در یک چشم هم زدن تبدیل میشه به یک بدن غیر فانی، یک بدن ابدی که به دستای خود خدا ساخته شده، که دیگه با این بدن میتونیم تمام ابعاد مسیح رو ببینیم، نه صرفاً جسمشو، نه صرفاً باطنشو، بلکه روحشو. چون کلام ما میگه وقتی که رو در رو با او هستیم، او رو همانطور که هست میبینیم. ما الان اون چه که از مسیح میشناسیم در کلام و اون چه که میتونیم تصور کنیم، درست مثل تصویر پشت اون شیشه تار، خب که ببینیم یه شبحی اونجا تکون میخوره، میدونیم چی اون پشته، ولی نمیتونیم ابعادش رو اونطور که هست ببینیم. ولی وقتی که ما مبدل میشیم، بعد مسیح رو میتونیم در اعماقش ببینیم و اونجاست که رابطه ما بسیار عمیق‌تر میشه. خود من چقدر منتظر اون وعده هستم.
کتاب مقدس تعلیم میده که ربوده شدن کلیسا یک امر ناگهانیه، لحظه‌ایه، فوریه. همین دلیل به کلیسا هشدار میده که همیشه آماده باشید، در انتظار باشید، در انتظار اومدن خداوند. میدونم تو این دنیا کاشتیم و یه امیدی داشتیم که یه روزی اینا رو ازش استفاده کنیم. نه کاشتیم، نه حال بار اومده میوه داده، میگیم حالا بازنشستگی داره میاد، به به یه 20 سال دیگه خدا من عمر بده بتونم برم دنیا رو بگردم، برم کیف دنیا رو کنم، برم استفاده کنم از اون چه که کاشتم. یک خیال نافرجامه. حقیقت مطلب اینه که اگر گنج ما اینجا باشه، مسیح فرمود دل ما هم همینجاست. اگه گنج ما در آسمانه، دل ما اونجاست. اگر ما به این دنیا دل بستیم، متاسفم نمیدونم، خیلی ممکنه بعضیشون خوبه، خیلی سلامت و خوب دارن زندگی میکنن، همه چی رو به راست براشون و اصلا این چیزا براشون مسخره است. ولی من یکی حاضر نیستم یک لحظه بیشتر اینجا باشم من اینکه خداوند من نگه داره. اون چه که یک ایماندار مشتاقشه ملاقات و پیوند کامل با مسیحه. اینجا خونه ما نیست. در حقیقت من باید میرفتم کلی پول خرج کنم و مدارک ثبت کنم که بشم اینجا سیتیزن امریکا. خب به قول خانمم جینا میگه ما واقعا کالچرمون رو همه جوره از دست دادیم. نه دیگه کالچر ایران رو داریم به اون صورت، نه کالچر امریکا رو میشناسیم به اون صورت. گفتم خدا رو شکر که اون کالچر خداوند عیسی مسیحه که منزل ما هم در حقیقت همونجاست که داریم براش آماده میشیم. خداوند وعده‌ای که داد گفت وقتی مکان آماده شه من میام، و داره کلام میگه به ما. این داکترین داره تعلیم داده میشه که در یک چشم هم زدنه وقتی اون شیپور خدا نواخته میشه، در یک چشم هم زدن ما مبدل میشیم. آیا سخته این مطلب باورش؟ نه. اگر مسیح مرد، دفن شد، قیام کرد و بعد اومد بین شاگردان با بدنی که از دیوار رد میشد، در یک لحظه بین شاگردان ظاهر میشد، دیگه نباید باور این مطالب سخت باشه. نه؟ اگر اون رو نتونیم باور کنیم اینم تخفیف بدیم. ایرادی نمیشه گرفت. اگر کسی نتونه اینو باور کنه اون یکی رو باید شک کنیم. آیا واقعا قیام مسیح رو باور داری یا نه؟ و جای تعجب بر من که بسیار از کلیساها این داکترین رو تعلیم نمیدن. انگار خجالت دارن ازش. انگار که میگن مردم اگه بشنون ما داریم چی میگیم که ما یه لحظه غیب میشیم، میگن بابا این طرف مغزش رو از دست داده، نمیدونم شاید قاطی کرده، شاید 2 تا فیوز سوزونده. نه، این خبرها نیست. و بسیاری از کلیساها من رفتم که اصلا حتی خواستم این مطلب رو بیارم عنوان کنم، گفتن ما اینجا اینا رو تعلیم نمیدیم. گفتم امید شما به چیه؟ و واقعا میبینیم بسیار از کلیساهایی که با دینامینیشن جلو میرن این مطالب تعلیم نمیدن. بر همین کلیسا ضعیف مونده، بر همین امیدی درش نیست، بر همین میرن که کدوم پرزیدنت رو انتخاب کنن، کدوم گاورمنت رو بیارن، کدوم شخص رو بیارن که بتونه از اون چیزهایی که روی این زمین انتظار دارن بهشون برسه بتونن بر اونها پرچم بالا کنن. امیدشون به این دنیاست. و چقدر ضعیف کلیسا به این صورت. این امیدیه که کلام میگه امید مبارکه و بسیاری کلیسا رو از این محروم کردن. تیتوس باب 12 آیه 13 میگه و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهنده خود عیسی مسیح را انتظار بکشید.
میگه آن امید مبارک و تجلی جلال خدای زنده، نجات دهندمون رو انتظار بکشیم. به ما تاکید میکنه که در انتظارش باشیم و واقعا میتونیم اینو درک کنیم. چون ببینین من اگه خانومم بره سفر بگیم یه مدت طول دراز یه 2 ماهی بره، خب اگه من واقعا خانومم رو دوست دارم خیلی دلم براش تنگ میشه دیگه، نه؟ و واقعا وقتی که میخواد بیاد همه جوره یه شوری تو دلمه که او رو دوباره ببینم. درسته؟ یادمه وقتی سالها بود که از ایران اومده بودم، شاید 20 و چند سال، پدر مادرم رو ندیده بودم. خب و اون لحظه که میخواستن بیان فرودگاه لس آنجلس بریم ببینیمشون، اصلا اون روز اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. یه جورایی انگار رو هوا بودم. اون شور و ذوق منو واقعا متوجه فقط دیدن اونا کرده بود. و این یه مطلبی که خیلی مهمه. اگر واقعا ما عاشق مسیح هستیم، خب اگر واقعا شیفته دیدن پدر هستیم، منزل پدر هستیم، ملکوت خدا هستیم، اگر واقعا از امور این دنیا بیزار شدیم، از اون امور این دنیای سقوط کرده که در گناه داره بوته بره، اگر از اینا بیزار شدیم، اشتیاق ما فقط ملکوت خداست. عبرانیان باب 9 آیه 28 میگه همچنین مسیح نیز چون یک قربانی شد تا گناهان بسیاری رو رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. آیا کلیسا منتظر اومدن خداوند هست؟ آیا انتظارش رو میکشه؟ آیا دلش میتابه برای اون لحظه؟ 2 گروه هستن از ایمانداران. یه سری هستن میگن نه من الان آماده نیستم. چرا آماده نیستی؟ نمیخوام بگم. آماده نیستم. هشدار، برو آماده شو. هر گناهی تو زندگیت بهش چسبیدی رد کن بره. خب آماده شو. هر چیزی دلتو تو این دنیا بهش بسته رد کن بره. بده بره. این به این معنا نیست که دیگه بریم پتو رو بکشیم روی صورتمون بخوابیم 24 ساعت. نه. یا بریم توی غار یه جایی دیگه بیرون نیاییم و مفید هیچی نباشیم. نه، به این منظور نیست. تمام نقشه‌هایی که باید بکشیم، تمام اموری که باید پیش ببریم که در راستی و عدالت خداست باید انجام بدیم. تمام چیزهایی که کلام به ما امر کرده که در اون رابطه بریم جلو انجام بدیم. ولی این رو در نظر بگیریم که هیچ چیزی تو این دنیا نباید دل ما رو به خودش اونقدر ببنده که لحظه ای بخوایم از اومدن خداوند پرسه بجوییم یا دلمون هواشو نکنه. خب برای اونایی که منتظرن ظاهر میشه برای نجاتشون. خداوند ما رو به وسیله قربونیش روی صلیب رستگار کرده، عادل کرده، نجات ما فراهم شده. ولی نجات از این دنیا باقی مونده واقعا. نه. پولس در اول تسالونیکیان باب 1 آیه 10 میگه و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید که او را از مردگان برخیزانید. یعنی عیسی که ما را از غضب آینده میرهاند. آخه ببینید عزیزان، فقط دنیا اینجوری گل و بلبل نیست که بره برای بعضیا. داره چیزی شکل میگیره که کلام میگه غضب آینده است. و هفته‌های دیگه به این مطالب بیشتر رجوع میکنم و میریم که ببینیم چی قرار پیش بیاد به زودی و چرا خداوند وعده داد ما رو اصلا میاد میبره.
پولس منتظر اومدن خداوند عیسی مسیح بود، روبوده شدن کلیسا. حتی این رو تعلیم داده بود به اون کلیسای تازه تأسیسی که تسالونیکی بود، کلیسای چند هفته‌ای بود. پولس رفته اونجا این کلیسا رو تأسیس کرد و به اونها شروع کرد و از همون اول در رابطه با اصل روبوده شدن کلیسا تعلیم دادن. بعضیا میگن نه حالا این خیلی اینجا شیر میخورن تو این کلیسا فعلا، اینا گوشت نمیتونن بجوان، حالا اینا سفت و سخت براشون. نه، پولس از همون اول این امید رو به اونا داده بود. چرا؟ کلیسا در همون قرن اول در جفا و سختی بود. اگر ایمانداران خودش رو تو این جفا و سختی نبینن، شاید اصلا خدا رو یادشون بره. خیلی وقتا من راجع به این چیزا فکر میکنم. یه موقع اول وقتی جفا و سختی میاد، اول غر میزنم خیلی سر خدا، بعد خدام از اونجا که سکوت میکنه میفهمم میگه حالا باهات صحبت میکنم، برو یه 10 دقیقه آروم بشو. بعدن خداوند میاد بهم میگه و گفته ببین من چیزایی رو به تو وعده ندادم که قرار نبود برات اتفاق بیفته. گفتم که شما چوب خشکین، من چوب تر بودم، ببینیم با من چیکار کردن، دیگه با شما چیکار میکنن. خب پس نالت چیه؟ تازه خیلی چیزای بدتر میتونست برات اتفاق بیفته، حالا این که چیزی نیست. برادران و خواهرانتون دارن سر میبرن، شکنجه میدن، 1000 جور جفاست بر اونا. کلیسا باید این امید رو داشته باشه و باید محکم باشه، چون اومدن خداوند برای بردن کلیسا و ایمانداران در یک لحظه است، در یک چشم همزن. همینجور که من الان دارم این چیزها رو برای شما توصیف میکنم، همین لحظه میتونیم ما بریم. همیشه دعای من بوده خدایا وقتی تو خدمت تو همین باشه در جمع کلیسا. و حتی پولس به تیموتائوس میگه محکم باش تا ظهور عیسی مسیح. محکم باش یعنی رو اون چی که به تو داده بمون، اون چی که برات گذاشته انجام بده، اون چی که به تو تعلیم داده روش بایست. واقعی روبوده شدن کلیسا براش هیچ علامتی نیست. هیچ چیزی نیست که ما بگیم خب الان مثلا هفته دیگه آماده بشم، الان تا هفته دیگه وقت دارم. نه، اینطور نیست. هیچ علامتی. قرن اول پولس انتظار داشت مسیح رو ببینه که کلیسا روبوده شد، اونا رو داشت به ایمانداران تعلیم میداد. خداوند اینطور طراحی کرده اینو، براش هیچ علامت و نشونه ای نیست و حتی زمان مشخصی رو نداره. در حقیقت مسیح فرمود که از اون روز ساعت هیچ کسی اطلاع نداره. متی 24 رو نگاه کنین. آیات 36 تا 51. متی 24 آیات 36 تا 51. مسیح فرمود اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس. لیکن چنان که ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود. اینجا یک کلید هست، نه؟ حالا بهش نگاه میکنیم. زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان میخوردند، و میآشامیدند و نکاح میکردند و منکوحه میشدند تا روزی که نوح داخل کشتی گشت و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. آن 2 نفری که در مزرعه می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده می شود، و 2 زن که دستاس می کنند، یکی گرفته و دیگری رها شود. پس بیدار باشید، زیرا که نمیدانید در کدام ساعت خداوند شما می آید. لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست در چه پاس از شب دزد می آید،
بیدار میماند و نمیگذاشت که به خانه‌اش نقب زنند. لذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان میآید. خداوند کلیدی به ما میگه اون زمان، اون فصل که میرسه خیلی شبیه اون زمان طوفان نوحه. چجوری بود وضعیت زمان طوفان نوح؟ میگه همه به گناه رفته بودن. خب در حقیقت فقط نوح و خانواده‌اش بود 8 نفر، به علاوه خنوخ که قبلش ربوده شده بود 9 نفر از این برنامه نجات پیدا میکنن. و میگه وقتی که دنیا به اون وضعیت رسیده که میبینی گناه دیگه بیداد میکنه، دنبال خدا نیستن، دنبال شنیدن کلام خدا نیستن، دنبال پرستش خدای واقعی نیستن، دنیا بت پرست، دنیا خائن، دنیا بدون عدالت، دنیا در بی‌عفتی و گناه وجد میکنه، حتی تکثیر میکنه. دیگه وقتی اون وضعیت میرسه دیگه وقتشه خدا این دوره رو تموم کنه. 2000 سال خداوند عیسی مسیح به این دنیا وقت داده که پیامش رو بشنون و توبه کنن و نجات پیدا کنن. دیگه این در داره بسته میشه. خب دیگه این در داره بسته میشه و من به ندرت میشنوم کسی ایمان بیاره. حتی اونایی که تو کلیسا بودن قبلا خیلیشون دیگه نمیبینم و حواساشون جای دیگه است و واقعا دلم زجر میبره از این مسئله. نه تنها میوه‌ای نیاوردن بلکه الان حواساشون به اینه که اقتصاد بوم داره میکنه، گلدن ایج امریکا اومده، دوران طلایی و هزار جور برنامه‌ها. و بعد یه عده دیگر میبینیم از هموطنانمون که کاملا خدا رو گذاشتن کنار و اگر کسی هم بخواد راجع به خدا صحبت کنه تو چماق میافتن به جونش. این وضعیت دنیاست. کسی خواستار خدا نیست، کسی خواستار شریعت خدا نیست، کسی دیگه گوشاش نمیشنوه، چشماش نمیتونه ببینه، دلش نمیتونه لمس کنه حضور خدا رو و بسیاری سرد شدن و میلرزن و در جلسات آینده بیشتر به این مطالب میپردازیم و میبینیم چه وضعیتی هست. ولی وقتی که نوح و خانواده‌اش وارد کشتی شدن دیگه طوفان میاد. پس خداوند فرمود اون ساعت و روز رو نمیدونید، براش انتظار بکشید. و بعد میبینیم پولس در اول تسالونیکیان باب 5 آیات 4 تا 11 ذکر میکنه که ایمانداران در غفلت نیستن، در گیجی نیستن، در تاریکی نیستن. این قسمت هم نگاه کنیم. اول تسالونیکیان باب 5 آیات 4 تا 11 میگه لیکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا جمیع شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و هوشیار باشیم، زیرا خوابیدگان در شب میخوابند و مستان در شب مست میشوند. لیکن ما که از روز هستیم هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم، زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده
همراه وی زیست کنیم. پس همدیگر رو تسلی دهیم و یکدیگر رو بنا کنیم چنان که هم میکنیم. یک تسلی، این یک بناست، این یک پیام بنا کردن کلیساست. نه برای مضطرب کردن کسی، برای هوشیاریه، برای بیداریه. ما فرزندان نوریم چون خداوند نور خودش رو در ما کار گذاشته و اون چرا که باید بشه به ما داده. این کلام چراغ راه پای ماست. دقیقا میدونیم داریم کجا میریم، دقیقا میدونیم باید چجوری جلو بریم. ما میدونیم فصل چیه، روز و ساعت رو نمیدونیم و نباید هم بدونیم. اگر کسی میگه من روز و ساعتش رو میدونم، این روز خیلی ها گفتن و اشتباه در اومد عده‌ای هم با خودشون کشیدن بیچاره کردن. ولی چیه؟ ما کلامو داریم، ما در گیجی نیستیم راجع به این مطالب بی حکمت فکر کنیم و رفتار کنیم. روز و ساعت رو اطلاع نداریم ولی فصل رو میدونیم که چیه. و 2 جلسه بعد رو به این اختصاص میدم که اون فصل رو تشریح کنم و ما ببینیم که در چه وقتی قرار گرفتیم، در چه خط زمانی از کلام قرار گرفتیم و کجا هستیم و به کجا قراره بریم. اینکه خداوند ما رو که خواستانش هستیم جدا کرد، چون قبل از آفرینش عالم خداوند اسم ما رو در دفتر حیات ثبت کرده بود و پدر ما رو به مسیح هدیه داد به عنوان عروس و در بحره‌ای از زمان عیسی مسیح اومد برای عروسش جونش رو داد و او رو به جون خودش خرید. خب و بعد همینطور که وعده داده میره مکانی رو برای ما آماده کنه و برگرده و ما رو که اون موقع هنوز در خداوند هستیم و از این دنیا نرفتیم، ما رو نزد خودش ببره. این یک وعده خود خداونده که به وسیله رسولان و حتی انبیا پیشگویی شده بود و تعلیم داده شده بود و این چیزی که امروز ما بهش میتونیم تکیه کنیم و نگران اون چی که بر ما اتفاق میفته نباشیم. بسیار مسائل سختی برای ما در پیشه. خب و وقتی اون زمان میرسه اگر روی این صخره ایستادیم که عیسی مسیحه و روی شن بنا نکردیم نیستیم و این منزل فرو نمیرسه. ولی اگر روی شن بنا کردیم، اگر دلمون تو این دنیاست و انتظارهای از این دنیا داریم، خیلی مایوس میشیم، خیلی مضطرب میشیم. کلیسا باید این اوقات رو غنیمت بشمره و دائما در کلام و دعا باشه، همینجوری که مسیح فرمود. و اون روزی که خداوند با شیپورش و با شور رئیس فرشتگان میکائیل یک لحظه ما رو در یک چشم هم زدن نزد خودش ببره. من فکر میکنم اون روز بسیار داره نزدیک میشه و 2 جلسه دیگر رو خواستم به اون اختصاص بدم چون میخوام این امید رو کلیسا داشته باشه که در خداوند قوی بمونه و متوجه اونهایی باشه که واقعا ایمان نیاوردن هنوز و در دعا باشه برای اونهایی که شنیدن و هنوز روح خدا اونا رو ملاقات نکرده، از جمله خانواده‌های ما، فامیل ما و حتی در همسایه ما. ما هم دعا کنیم. ای پدر، شکرت برای این وعده، برای این امید، چون همیشه خواست تو این بوده که خواستان تو، فرزندان تو در منزل تو باشن. این نقشه الهی تو بوده که ما رو
به نزد خودت ببری. به همین منظور ما رو هدیه کردی به عیسی مسیح، اون داماد سماوی که عروس او باشیم و این عروس بیتابی میکنه برای دیدن داماد. ای روح القدس کلیسا رو بیدار کن، کلیسا رو بلند کن، بذار ردای مسیح رو برتن کنه، اون ردای سفید که در خون پربهای مسیح پاک و سفید و زیبا شده. ای خداوند ممنونیم که راه رو مهیا کردی. ما میدونیم تو کجا رفتی و میدونیم راه چیه و ممنونیم برای این وعده تو که ما رو اینجا یتیم و بی سرپرست نذاشتی، بلکه خداوندا میای که به زودی ما رو ببری جایی که تو هستی، ما باشیم در منزل پدر. خداوندا عروس تو با شور و هیجان اون روز ای خداوندا جلو میره، خودش رو از این دنیا تقدیس شده نگه میداره. ای خداوند باشه که مس تو بر یکی که ایمانداران واقعی باشه، مس تو بر اونایی باشه که با تمام دل و وجودشون تو رو انتظار میکشن. ای خداوند اونها رو برکت بده و در تمام سختی ها و دشواری هایی که در راست ای خداوند اونها رو هدایت کن، قوت بده. ای خداوند دعا میکنیم برای اونهایی که کلام تو رو شنیدن و هنوز تصمیم نگرفتن. ای روح خدا اونها رو ملاقات کن و نزد مسیح بیار. ای خداوند دعا میکنیم برای اونهایی که پیام تو رو نشنیدن. ای خداوند بفرست که روح قدوس خدا اونها رو بیدار کنه، احیا کنه تا بتونن صدای تو رو بشنون. ای خداوند دنیا دردمنده و به تو احتیاج داره. ای منجی خداوند اونها رو ملاقات کن هر جایی که هستن. خانواده‌ت رو جمع کن، عروست رو جمع کن، آماده کن ای خداوند و اونها رو پر از قوت روح القدس کن در این ایام تا کلام تو رو بشارت بدن و این امید زنده رو، این امید مبارک رو ای خداوند به همه پیام بدن که داماد سمامی در راست برای نجات کلیسا. نام تو خداوند عیسی. آمین. شکر. هللویا. ای شاه شاهان، ای سردار سپاه، ای شاه شاهان، ای سردار سپاه. امروز ای خداوند هزاران فکر امروز ما در ذهن داریم، هزاران آوا ای خداوند. اما ای خداوند در این لحظه همونطور که اعلام کردیم و میدونیم که امروز یک روز نبرده برای هر کدوم از ما ای خداوند، ایرانمان رو به یاد میاریم. ممنونتیم که امروز در میان ما هستی ای خداوند. دعاهای ما را شنیدی، اما امروز عزیزان بیایم صدا و آوای کسانی باشیم که میتونن رو آزادانه بلند کنند و با این پرستش بگیم ای خداوندا صدای اونها را بشنو. بیاین برای اونها شفاعت کنیم، بیاین ما صدای اونها باشیم و بگیم ای خداوندا بشنو دعای من رو. ما به عنوان ایران، ما به عنوان این خداوند و مردمان تو به جای اونها ایستاده ایم. به عنوان این خداوند و فرزندان تو در اون کشور، در تاریکی، در درد، رنج ای خداوند و در جفا پدر، میخوایم صدای خودمون رو برافرازیم و بگیم ای خداوند بشنو دعای ما رو، بشنو صدای ما رو، چون تو رو میخوانیم. پس ای عزیز صدای خودت رو برافراز، به سمت آسمان رو میشنوه، به نمایندگی از ایران، از هر شهر، از هر کجا که تو میشناسی، به اسم پرستش خودت رو بلند کن. بشنو دعایم، بشنو دعایم، چون تو را میخوانم. بشنو دعایم،
بشنو صدایم، بشنو صدایم، چون تو را میخوانم. بشنو صدایم، بشنو صدایم، چون تو را میخوانم. بشنو صدای ای خداوند آوای مادران، صدای آوای پدران سرزمین ما رو بشنو. ای خداوند ناله های اونها رو بشنو و مدد کن ای پدر. ای سردار سپاه، ای پادشاه، ای پدر، صدای اونها رو بشنو، اونها رو نجات ببخش، آرامی ببخش و آزادی ببخش. ای خداوند نبرد ما با خون و جسم نیست، نبردی است ای خداوند با نیروهای تاریکی و ظلمت. اعلام میکنیم و امروز با این پرستش در این شکاف میایستیم و اعلام میکنیم که تو هستی شاه شاهان، تو هستی رب الارباب، تویی سرور آسمان. عزیزان بیاین با این پرستش با قدرت اعلام کنیم که نبرد ما با خون و جسم نیست، نبردی است با شریری که از انسانها استفاده میکنه و این جفا و این سختی رو بر فرزندان خداوند ایجاد میکنه. پس بیاین امروز مثل یک سردار، مثل یک سرباز بیستیم و اعلام کنیم که عیسی است شاه شاهان. با شمشیر روحش من ایستاده‌ام، با سپر ایمان من ایستاده‌ام، تا فریاد سر نهم به نام عیسی دور شو ای شیطان. من ایستاده‌ام با شمشیر روحش من ایستاده‌ام، با سپر ایمان من ایستاده‌ام، تا فریاد سر نهم به نام عیسی دور شو ای شیطان. جلال از آن توست
جسم و خون نیست و نبردی است با نیروهای ظلمت. با این اقتدار کشیش فیروز عزیز از شما میخوایم که برای انتهای جلسه برای ما دعا